حضرت انس میگویند کان اکثر دعاء النبی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. حضرت انس میگویند یکی از دعاهایی که پیامبر زیاد آن را میگفتند، یعنی خیلی زیاد همین دعا را تکرار میکردن، این دعا بود که خیلی میدونید در آیت 201 سوره بقره آمده است که الله میگوید و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخره حسنة و قنا عذاب النار. در دوامش اولئک لهم نصیب مما کسبوا میگوید، یعنی بعضی انسان های هستند که فقط دعایشون دنیا هست، ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا به ما از مال و ملک ته، از خانه زیبات، از فرزند ته، یعنی همیشه از دنیا طلب میکنن. یعنی این هم خیلی مذمت شده است که یک انسان مسلمان از الله فقط دنیا رو طلب کند، دنیایی که چندین بار گفتیم که فقط متاع زودگذر است. و الله میگوید این گونه انسان هایی که فقط از الله دنیا طلب میکنند برای آنها از آخرت یگان نصیبی نیست. اما آنهایی که دعا میکنند که ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخره حسنة و قنا عذاب النار، خدایا به ما هم در نیکی های دنیا را بده، هم نیکی های آخرت را، و خدایا ما را از عذاب جهنم نجات ده. کسایی که این گونه دعا میکنند خداوند و دعای آنها نگاه کرده برای آنها میدهد. و پیامبر هم همیشه، یعنی اکثریت همین دعا رو میگفتند که ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخره حسنة و قنا عذاب النار، خدایا تمام خوبی های دنیا رو، از فرزند صالح، از همسر صالح، از خانه و از در و از بایگری و از عزت و تمام خوبی های دنیا رو به ما ده، و این چونین تمام خوبی های آخرت را و ما را از آتش جهنم نجات ده. که این دعا هم باید از دعاهای دائمی ما باشد که از الله هم دنیا را بپرسیم که دیگر خیلی میدانید از کپروک یا گفتیم از مقدمه های آخرت است که با عمل کرده هایمون در دنیا به آن وطن اصلی میرسیم، و هم تمام خوبی های آخرت را بپرسیم که اصل زندگی در آنجاست، و هم از آن آتش دردناک که خداوند با رحمتش مایان را نجات دهد از آن طلب نجات کنیم.